90% خیاطا بلد نیستن این مدل دامن‌های ترند رو طراحی کنن و برش بزنن و بدوزن. تو این ویدیو کامل بهت توضیح میدم چجوری این کار رو انجام بدی. دامن کارت رو باید تبدیل به دامن ماهی کنی. توی قسمت پنس کارت پنست رو منتقل میکنی تا پایین کارت و یه خط میکشی. خط گیپور کارت رو مشخص میکنی و نقطه‌ای که قرار گیپور بخوره رو تخلیه میکنی از لباست. توی سمت دیگه کارت که ما یک الگوی دوبل داریم، پنس‌های کارت رو تخلیه می‌کنی و خطوط کارت رو برای اوازمان کارت رسم می‌کنی. میزان اوازمان دست خودته و نقطه هفتی کارت رو توی قسمت بالای کارت باید تخلیه کنی. بعد از اینکه این کار رو انجام دادی، خطوطت رو علامت زدی، تمام کارت رو اوازمان میدی. میزان اوازمان باز دست خودت، یعنی کاملا سلیقه‌ای، میتونه بین 5 تا 6 سانتی متر به هر کدوم از این قطعات اضافه بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و دو سمت کارمون رو به اندازه هم اوازمان دادیم، دوتا رو به هم میدوزیمش. یه سمت کار اندازه هاش متفاوت نباشه بچه‌ها، اندازه هم دقیقاً. دو سمت کار که اوازمان خورد دوخته میشه به هم، گیپور کار وصل میشه و بعد از اون شما از رو موظفی تمام چین‌های کارت رو مشخص کنی. اینجا من چین‌ها رو چشمی زدم، ولی شما میتونی خیلی دقیق اندازه بگیری و این کار رو انجام بدی. طریقه دوخت این مدل کارها خیلی ساده است. من توی پیجم نکاتی رو میگم که تو هیچ جا رایگان یادش نمیگیری، پس به پیجم سر بزن.